در این مسئله سیم لوله ب همراه با یک مقاومت متغیر و یک باتری یک مدار ساختند. جهت جریان همانطور که مشخص می شود در روی سیم لوله به سمت بالاست. بنابراین می توان بدون توجه به کم یا زیاد شدن جریان و کم یا زیاد شدن مقاومت جهت میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله ب را تعیین کرد. همانطور که مشاهده می کنید قطب N در سمت چپ و قطب S در سمت راست است. اما مسئله گفته است که مقاومت رؤستا را کم کنیم. اگر R کم شود می‌دانیم که در یک مدار با کم شدن R حتما I افزایش پیدا خواهد کرد و چون B با I متناسب است پس B میدان مغناطیسی حاصل از سیم لوله B نیز در حال افزایش است. زیاد شدن میدان مغناطیسی حاصل از B در محل خود سیم لوله باعث افزایش میدان مغناطیسی در محل A نیز خواهد شد. این شبیه آن است که شما سیم لوله B را به سمت سیم لوله A هل می دهید. بنابراین در سیم لوله A جریانی القا خواهد شد که قطب N آن روبروی قطب N حاصل از سیم لوله B است. پس با استفاده از دست راست جهت جریان در روی سیم لوله به سمت پایین خواهد بود.